یکی از مهمترین اونها مسئله امنیت مرز و ارتقاء امنیت و تبدیل مرز به مسیری برای توسعه تجارت و رفاه و آرامش دو کشور بود و مسائل مربوط به مرز و برخورد با تروریست ها در مناطق مرزی به طور مفصل بحث و تصمیم گیری شد. توسعه روابط ये साल बस हाँ ये चक्कर का एम्बेसडर 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 ईरानी एम्बेसडर पासदारा ने निकला बस आ रहे आगे जाने देना लिफ्ट चलो خب انشاءالله موفق واید این سر پلیز حضرت عالی به کشور پاکستان چگونه ارزیابی میکنید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. امروز ما از صبح 5 ملاقات سودمند با فرمانده ارتش، فرمانده نیروی هوایی، جناب نخست وزیر، رئیس محترم جمهور و وزیر محترم دفاع داشتیم و در مورد مسائل متعددی با هم صحبت کردیم و نتایج سودمندی حاصل شد. شاید یکی از مهمترین اونها مسئله امنیت مرز و ارتقاء امنیت و تبدیل مرز به مسیری برای توسعه تجارت و رفاه و آرامش دو کشور بود و مسائل مربوط به مرز و برخورد با تروریست ها در مناطق مرزی به طور مفصل بحث و تصمیم گیری شد. توسعه روابط دو نیروی مسلح در ابعاد مختلف مورد بحث قرار گرفت، از جمله دعوتی که برای شرکت ما در رزمایش امان 2025 داشتند که ما پذیرفتیم که در سطحی که امکان پذیر باشه برامون شرکت بکنیم. همچنین شرکت پاکستان در رزمایش دریایی جمهوری اسلامی ایران و تبادلات مرزی مختلفی که با هم داشته باشیم. در مورد مسائل مبتلا به از جانب مسائل و مشکلات افغانستان با هم بحث مفصلی داشتیم و ضرورت همکاری و هماهنگی با همدیگر رو در این مورد بحث کردیم و سایر مواردی که دو نیروی مسلح می توانند در امور دو کشور کمک بکنند تو این جلسات بحث شد و تصمیمات لازم گرفته شد.
داشت ارزیابی کلی شما از این سفر خب به حمدالله هم مردم پاکستان هم مقامات پاکستان علاقمندی فراوانی به جمهوری اسلامی ایران، انقلاب اسلامی و محور مقاومت، مسائل غزه، مسائل لبنان داشتن. ما هم علاقه فراوانی به پاکستان داریم. امروز در ملاقات‌ها این موضوع کاملا مورد بحث قرار گرفت، به اینکه جهان اسلام با مسائل متعددی مواجه هست و همکاری و نزدیکی کشورهای بزرگ اسلامی مانند ایران و پاکستان خواهد توانست امنیت جهان اسلام رو ارتقا بده و توطئه‌های دشمنان جهان اسلام رو نقشه بر آب بکنه، که از جمله موضوعاتی بود که امروز بحث شد و حتما نتایج اون در آینده دیده خواهد شد. Excellency, how do you evaluate the important visits by the CGS General Bakharis in the current sensitive situation in the region vis-a-vis the Iran and Pakistan role in the region for the peace and stability? Iran's role in peace and stability of this region is very important. We want to, both Iran and Pakistan, we want to achieve peace and stability in this region. And we have discussed multiple issues which are confronting our countries, especially Afghanistan, brotherly country. They are our neighbors, but we have to find some sort of solution so that Afghanistan can become a very useful and beneficial brother of this community and this neighborhood. We have discussed Palestine, especially Gaza. Now that there is this ceasefire, the Muslim world should get together and rebuild Gaza and provide their brothers and sisters in Gaza with all the help they need at this juncture now that peace has returned. But that doesn't mean that the Palestinian problem has been solved. The Palestinian problem is still unresolved, and Muslim world should get together and make efforts to resolve this problem as soon as possible, so that this tragedy should not be repeated again. Never again should this tragedy which took place in Gaza should repeat again. Thank you, Excellency. خیلی خوشحال شدیم از دیدن شما. زحمت نکشید دیگه. انشاءالله شما رو در تهران می‌شناسیم. امیر علی آیدی نا فوٹو امیر آقا سلامت باشید. क्या हो गया